سلام دوستای عزیزم، امروز اومدیم با یک کیک توت فرنگی 3 تخم مرغ با یه لیوان شکر رو به هم میزنیم تا سفید رنگ بشه. یه پاکت وانیل اضافه میکنیم، یه لیوان کره آب شده، یه قوطی ماست یا نصف لیوان ماست مخلوط میکنیم. 2 لیوان آرد سفید اضافه میکنیم، یه پاکت بیکینگ پودر اضافه میکنیم، مخلوط میکنیم تا خمیرمون یک دست بشه. بعد به یه ظرفی منتقلش میکنیم که داخل فر قرار بدیم. سطحش رو صاف میکنیم تا یک دست بشه. بعد توت فرنگی رو از وسط نصف میکنیم، روی خمیر میذاریم، داخل فر 180 درجه میذاریم برای نیم ساعت تا 40 دقیقه. من روش با کرم پسته تزیین کردم، اگه شما دوست داشته باشین میتونین انجام بدین، خیلی خوشمزه است. لطفا منو حمایت کنید.